بسم الله الرحمن الرحیم. با 19مین قسمت از آموزش برنامه‌نویسی اندروید با سی شارپ در خدمتتون هستم. در این قسمت میخوام آموزش ساخت یک ماشین حساب ساده در زمانی رو بهتون آموزش بدم. خب از قسمت تول باکس در قسمت تکست فیلدز دو تا نامبر از نوع دسیمال اضافه کنید به فرمتون. دقت کنید که اینها از نوع ادیت تکست هستند، یعنی قابلیت ویرایش دارن و میتونیم درشون و کاربر میتونه درشون عدد وارد کنه. خب بعد از اون یک باتن یا همون دکمه به فرمتون اضافه کنید و نامش رو برابر طور مثال حالا من انگلیسی میذارم، جمع، یا همون علامت ساده جمع کردن. و آخر سر هم یک تکست ویو هم میذارم برای نمایش دادن ریزالت یا همون خروجی عددها، که عدد اول و عدد دوم رو پس از کلیک کردن بر روی این دکمه با هم جمع کنه و در این تکست ویو نشون بده. یعنی وقتی کاربر دو تا عدد وارد کرد و روی این کلیک کرد، این دو تا رو با هم جمع کنه و درون این تکست ویو قرار بده. خب بهتره که برای هر کدوم از اینها یک آیدی خودمون انتخاب کنیم که توی کدنویسی راحت تر باشیم. یعنی اگه این ادیت تکست یک باشه، ممکنه توی کدنویسی اگه چندین تا ادیت تکست و باتن و دکمه و خیلی چیزای دیگه داشته باشیم، ممکنه سردرگم بشیم. ولی حالا من این رو عدد یک میذارم، نامش رو، آیدیش رو در حقیقت، و این رو هم عدد دو میذارم و این رو هم نامش رو میذارم btn sum و در آخر هم نام این رو میذارم txt نتیجه. خب حالا من باید این کنترل ها رو به فایل کدنویسی برنامه بشناسونمش که بتونم ازشون توی کدنویسی با نام خودشون استفاده کنم. خب همونطور که فکر کنم در جلسه 15 هم بود که این آموزش رو بهتون دادم. خب اول از این عدد یک که از نوع ادیت تکست هست شروع میکنم و می نویسم که edit text، نامش هم میذارم عدد یک، که بهتون گفتم بهتره که نامی که میخواید برای آماده کردن در محیط کدنویسی به کارش ببرین همون سعی کنین آیدی همون کنترل باشه که اینجا آیدیش عدد یک هست. خب مساوی find view by id از نوع edit text و در آخر resource .id. خب ببینید آیدی که میخوام پیدا کنم عدد یک هست، ولی اینجا عدد یک رو برای ما نیاورد چون آپدیتش توی این فایل کدنویسی وارد نشده. و اینکه بخوام وقتی که آیدی اینها رو تغییر دادم آپدیتش توی اینجا اعمال شه و بتونم راحت تر و سریع تر ازشون استفاده کنم، از قسمت بیلد سولوشن رو میزنم. به ارورش هم کاری نداشته باشید و میبینید که عدد یک این بار برای من ظاهر شده. پرانتزش هم حتما ببندید. خب الان من ادیت تکست رو در فایل کدنویسی برنامه شناسوندمش
و میتونم از این بعد با نام عدد 1 توی فایل .cs کد نویسی کنم و میبینید که این عدد 1 با آیدی برنامه که همون عدد 1 بود یکیه و شما میتونید این رو به دلخواه خودتون تغییر بدید. خب این کد هم که جزء کدهای قبلی بود، دو تا کد رو حذف میکنم و قسمت بعدی هم که باید عدد 2 رو بهش بشناسونم که فقط کافیه کپی پیست کنم و نامش رو تغییر بدم و کنترل بعدی کنترل باتن هست که آیدی BTN سام من براش انتخاب کرده بودم و میگم که باتن صبر کنید BTN سام. دقت کنید که باز هم میگم این نام رو هر نام که دلتون میخواد میتونید استفاده کنید. فقط یه سری شرایطی داره که حالا فعلا مهم نیستن. باتن BTN سام مساویه find view by ID button resource.id.btn سام. دقت کنید که آیدی این دکمه BTN سام بود و کنترل بعدی هم که یک تکست ویو هست که ابتدا نوعش رو مشخص میکنم. تکست ویو که آیدیش هم اگه دقت کرده باشید txt خب این آیدیش تغییر پیدا نکرده، txt نتیجه هست. بذارید یه دور چکش کنم. بله txt نتیجه و تکست ویو مساویه find view by ID text view resource.id.txt نتیجه که خب باز این رو بیلد میکنم تا تغییرات اعمال بشه. خب دات txt نتیجه. خب کد بالا رو بذارید درستش کنم. خب حالا باید برای این دکمه یک رویداد کلیک تعریف کنم، یعنی وقتی که روش کلیک شد چه عملیاتی رو انجام بده. خب بعد از اینکه من این کنترل ها رو برای کدنویسی آماده کردم و به هر کدومشون یک نام اختصاصی اختصاص دادم، باید رویداد کلیک دکمه باتن رو ایجاد کنم. میخوام بگم که هر وقت روی این دکمه کلیک شد مقدار این و مقدار این رو با هم جمع کنم و در یک تکست ویو به ما نشون بده. خب برای ایجاد کردن رویداد باتن میتونید نام باتنتون رو که BTN سام هست رو انتخاب کنید، بنویسید و دات کلیک به علاوه مساویه delegate و بعد از delegate هم دوتا آکولاد بذارید. کد هایی که در این قسمت می نویسید، بذارید من این کد رو پاک کنم. سمیکانه هم یادتون نره. کد هایی که در این قسمت می نویسید کد هایی هستند که وقتی که کاربر روی دکمه به علاوه کلیک کرد باید اجرا شن. به طور مثال من میتونم اینجا بنویسم که یک پیغامی رو نشون بده، یعنی وقتی که کاربر روی این دکمه کلیک کرد کدهایی که اینجا اجرا میشه میتونم بنویسم که در اینجا یک پیغامی رو نشون بده. ولی حالا میخوام بگم که
مقدار این ادیت تکست 1 و ادیت تکست 2 رو با هم جمع کنه و در این تکست ویو نشون بده. خب حالا باید این دو تا عددی که کاربر وارد میکنن رو هر کدومش رو درون یک متغیر بریزم، یعنی این رو در یک متغیر بریزم، این رو در یک متغیر دیگه بریزم و مقدارش رو هم جمع کنم. خب من از متغیر از نوع دابل استفاده میکنم که حتما قسمت های پنجم تا دهم که مربوط به کدنویسی در سی شارپ بود رو حتما باید بلد باشین. خب می نویسم دابل نامبر وان. نامبر وان رو اسمش رو از خودم انتخاب میکنم و شما میتونید هر اسمی رو. خب دابل نامبر وان مساوی عدد یک که این هست که از نوع ادیت تکست هست که کاربر عدد رو وارد میکنه. عدد یک دات تکست، یعنی بیا تکست یا همون متن عدد یک رو بگیر و داخل متغیر نامبر یک از نوع دابل هست بریزش. و همونجور که مشاهده میکنه میبینید که یک اروری به ما میده و نوشته که cannot implicitly convert type string to double. خب ببینید وقتی که ما خاصیت تکست یا متن یک edit تکست رو میگیریم، چون خاصیت متنش از نوع استرینگ هست نمیتونه به همینجوری در حالت معمولی به دابل که از نوع عددی هست تبدیل بشه. یعنی این یک متغیر از نوع استرینگ رشته از نوع متن هست و این از نوع عددی هست که خب ما باید این دوتا رو به هم تبدیلش کنیم. خب من باید با استفاده از کد دابل دات پارس این تبدیل رو انجام بدم. خب حالا میبینید که هیچ اروری از من نگرفته. خب الان یک مرور مختصری بکنیم. گفتیم که عدد یک ادیت تکست هست و کاربر عدد رو در اونجا وارد میکنه. متنش رو بگیر، با استفاده از این کد به دابل تبدیلش کن و در متغیر نامبر یک از نوع دابل هست بریزش. خب بذارید یکم بیشتر توضیح بدم. به طور مثال اگر کاربر عدد، بذارید اینو کات کنم، اگر کاربر عدد 98 رو به طور مثال یا عدد 100 رو به طور مثال در این ادیت تکست یک وارد کرد، چیزی که از کاربر میگیره به این صورت هست، یعنی اینجوری به ما نشون میده. یعنی مگه این رو داخل اینجا پیست کنم، دابل نامبر یک مقدارش برابر 100 میشه و میبینید که این از نوع استرینگ هست و این عدد 100 یک با دابل کوتیشن، عدد 100 با دابل کوتیشن یک استرینگ هست و این کد رو که می نویسم این عدد 100 رو به یک دابل تبدیل میکنه و خب برمیگردونمش به همون حالت قبلی که عدد یک دات تکست بود و میبینید که به طور مثال همونطور که گفتم مثلا کاربر عدد 100 رو وارد کرده با استفاده از این کد، عدد 100 که به صورت استرینگ وارد کرده بود به دابل تبدیل میشه. برای اینکه بیشتر این مباحث رو و مباحث بعدی رو بفهمید حتما بهتون پیشنهاد میکنم که قسمت های 5 تا 10 رو کامل بلد باشید. خب حالا برای ادیت تکست 2 هم همین کارو میکنم. دابل طور مثال نامبر 2 مساوی دابل دات پارس عدد 2 که این هست دات تکست.
خب حالا باید این دوتا مقدار رو با هم جمع کنم. با سپس کد می نویسم که دابل ریزالت مساویه نامبر 1 به علاوه نامبر 2. خب الان این دوتا عدد رو که این دوتا عدد که از نوع دابل هستند رو با هم جمع میکنه و داخل متغیر ریزالت از نوع دابل قرار میده. خب حالا باید این دابل ریزالت رو توی یه جا نمایشش بدم و در حقیقت توی این تکست ویو چاپش کنم. خب برای این کار تکست ویوم که اینجا تکستی نتیجه بود رو مقدار تکستش رو که از نوع استرینگ هست رو برابر ریزالت قرار میدم. خب میبینید که اینجا به ما ارور میده. ما در اینجا رشته رو به عدد تبدیل میکردیم و در داخل متغیر از نوع دابل میریختیم. حالا اینجا باید عدد رو به رشته تبدیل کنیم. چرا؟ چون متن یا تکست این تکست ویو از نوع استرینگ هست و عددی که ما داخلش میریزیم باید از نوع استرینگ باشه. پس ما باید اون عدد که دابل هست رو به استرینگ تبدیل کنیم و نتیجهش رو داخل تکست ویو نمایش بدیم. برای این کار هم ریزالت که از نوع دابل و از نوع عددی بود رو باید با استفاده از کد تو استرینگ به استرینگ رشته یا متن تبدیلش کنیم و بعد داخل متن تکست ویو نمایشش بدیم. خب این برنامه رو تا اینجا نوشتیم. من یک خروجی از برنامه میگیرم. اوکی رو میزنم. خب برنامه اجرا میشه. من در اینجا به طور مثال عدد 456 و 365 رو به عنوان عدد دوم وارد میکنم و روی دکمه به علاوه کلیک میکنم. میبینید که به راحتی جمع این دو عدد رو به ما نمایش داد. خب یک عدد دیگر رو امتحان میکنم. 3 به علاوه 9 12. خب به همین راحتی تونستید یک ماشین حساب بسیار ساده رو بسازید. حالا میخوایم بپردازیم به دکمه منها و ضرب. خب حالا من میخوام دکمه منها رو بهش اضافه کنم. برای این کار همون دکمه قبلی رو کپی میکنم و پیست میکنم و مکانش رو تغییر میدم و نامش رو هم یا در حقیقت آیدیش رو به بیتین منها تغییرش میدم و خاصیت تکستش رو هم منها میکنم و یک دکمه دیگه هم ضرب رو اضافه میکنم و آیدیش رو به بیتین ضرب تغییر میدم و تکستش رو هم ستاره میذارم و در آخر هم برای تقسیم یک دکمه اضافه میکنم و آیدیش رو برابر بیتین تقسیم قرار میدم و تکستش رو هم عوض میکنم. خب حالا باید یکی یکی اینها رو تعریف کنم. من از همون کد قبلیم استفاده میکنم و فقط نامشون رو تغییر میدم. بیتین منها بود و بیتین
ضرب و BTN تقسیم که خب چون اینا آپدیت نشدن بیلد سولوشن رو میزنم تا آپدیت بشن و اینها رو گفتم که بهتره این دوتا رو با هم یکسان در نظر بگیرید تا راحت تر باشه کارتون. من اینها رو کپی پیست میکنم و رویداد کلیک هر کدومشون رو میسازم و از روی همین کپی میکنم. خب BTN سام، BTN منها، BTN ضرب و در نهایت BTN تقسیم. خب قاعدتا باید توی BTN سام علامتشون به علاوه باشه، توی BTN منها علامتشون منها، توی BTN ضرب علامت بینشون ضرب باشه که همون ستاره هست و BTN تقسیم هم اسلش. خب به همین راحتی تونستیم یک ماشین حساب ساده بسازیم. من این کد رو هم پاک کنم و از برنامه یک خروجی میگیرم. حالا باید تمام این کد هایی که نوشتیم کار بکنن که مقداری صبر میکنم تا پروژه به صورت کامل لود بشه. حالا عدد اول رو 20 وارد میکنم، عدد دوم رو 5 وارد میکنم و میبینید که با زدن دکمه به علاوه عدد 25 رو برای من نشون میده. با زدن دکمه منها عدد 15 رو به من نشون میده که 20 منهای 5 میشه 15. با زدن عدد ستاره قاعدتا باید عدد 100 رو به من نشون بده. با زدن دکمه تقسیم هم باید به هم 4 رو نشون بده. خب این قسمت از آموزش برنامه‌نویسی اندروید با C# هم به اتمام رسید. موفق و پیروز باشید.